آدم از هم که دور میشن، سلام سردم به زور میگن. آدم از مرگ و خون میگن، با صد تا حسرت به گور میرن. آدم از هم که دور میشن، سلام سردم به زور میگن. آدم از مرگ و خون میگن، با صد تا حسرت به گور میرن. چقدر عقده نگه داشتم تو دل پیرم، چقدر دویدم و فهمیدم رو ترد میلم. وقتی منو دیدی به هم میگی چه قبراق شدی، ولی من میدونم از تو چقدر ترکیدم. اون آدما که نوکرتن بهت میگن، با چند تا کلام چرب زبونی تو دلت میرن. کافیه که بلا استفاده بشی، اون وقت میبینی که مثل یه تیکه ورق جرت میدن. قفلی حرف دلو به غریبه گفتی، واسه زخم همه مرهمی صلیب سرخی. به تو که رسید هلت دادن سری بیفتی، رو تل موشه که پیدا میکنی پنیر مفتی. یاد نگرفتم از کسی درس اتحاد، فقط یاد دادن که برم جلو با ترس و استراب. تجربه هم به هم قصه داد و مثل باد استفاده کنم از این استعداد. چه نقشه ها که پشت سرم واسم میچینن، منم از این که فکرشون کوتاه ماتم میگیرم. واسم مهم نیست من که پای کارم میشینم، ولی خیلی غم انگیزه وقتی دارم میبینم. آدم از هم که دور میشن، سلام سردم به زور میگن. آدم از مرگ و خون میگن، با صد تا حسرت به گور میرن. آدم از هم که دور میشن، سلام سردم به زور میگن. آدم از مرگ و خون میگن، با صد تا حسرت به گور میرن. گوش کن، خب ما سطحی ترین مشکلات رو عمیق میبینیم و عمیق ترین مشکلاتمون رو سطحی میگیریم و حال میکنیم وقتی همدیگر رو زخمی میبینیم و قسطی حال میدیم و آخر همه رو نقدی میگیریم. وقتی میمیریم چشما میشه ماتم و خون، ترفی میگیریم و تازه میشیم آدم خوب. یادم خوب من تموم اینا رو دقیقا به چشمم دیدم، کلمه کلمه از رو حقیقت نوشتم. اونم اینه که تو فقط داری نقشه ها تو میچینی، وقتی میرسی به قدرت و اون بالا ها میشینی. مراقب رفتارت با آدما باش، یه روزی برمیگردی پایینم اون آدما رو میبینی. حالا خدا باهات حال کرده، ولی کنارشم برات یه چاه کنده. یعنی که وقتی تو رفتی تو فاز قدرت، یه دیدی شدی کارمندت. من این بحث رو اینجا مطرح میکنم، هرچند میدونم همینم سرنخ میکنن. نشستم با مغز خراب و هر لحظه تو فکر که تو رو له کنن. یه گله اهل کوفه، اونا که فقط میرن به دنبال حاشیه و خب اصل هدف فقط فروپاشیه. ها چیه؟ نکنه میخوای بگی فقط؟ نه فقط، ببین به همه میگن حاشیه. اونا که گنده کردنت واسه شون راحته، اولاش تنها فکر و ذکرشون حمایته. بهت میگن کم نیار، برو جلو وانده، تا گنده شدی یهو میکنن تو ما. آدم از هم که دور میشن، سلام سردم به زور میگن. آدم از مرگ و خون میگن، با صد تا حسرت به گور میرن. آدم از هم که دور میشن، سلام سردم به زور میگن. آدم از مرگ و خون میگن، با صد تا حسرت به گور میرن. راستش به هم گفتن که تو این کارم وصیت کنم و ترجیحاً میخوام که تمرکز رو مسیرم کنم. و وصیت واسه من به معنای حرف آخره که بعدش سکوته، واسم سخت باورش. سکوت منو تو یعنی که دیگه ما همین که هست و قبول کنیم و بری تو لاکت صداتو بکشی تو دل شهر رو تموم کنی. چون که زندگی دشواره، چشمات پرشکه، دشوار چی بگم از سشوار گذشته. خنده داره ولی داخلش تلخه، نتیجه اینه که سکوت تنها حاصلش یه زخم کاری که مغز تو از درون پاشی. مهم اینه که هر جوری دوست داری همون باشی. من که تو چشم دور بریام و دور میبینم، با ذوق و شوق میشینم و یه کارتون میبینم. هنوز با گیر دادنای مادرم جون میگیرم، هنوز با دمپایی سر کوچه نون میگیرم. هنوز تو اوج بلندی از همه خارترم، هرچی پخته بشم باز از همه خامترم. رئیسم که بشم واسه وطن کارگرم، اینا رو نوشتم تو از این دنیا لال نرم. آدم از هم که دور میشن، سلام سردم به زور میگن. آدم از مرگ و خون میگن، با صد تا حسرت به گور میرن. آدم از هم که دور میشن، سلام سردم به زور میگن. آدم از مرگ و خون میگن، با صد تا حسرت به گور میرن.